یعنی همون کمیسیون حوزوی متخصصان رو باز از بیرون جلب می‌کنه. متخصصان سوای زبان دولتی رو جلب می‌کنه، چون که کمیسیون در این حالت‌ها همچون نهادی بی‌طرف باید برآمد کند و آن سطح زباندانی نامزد را از جانب متخصص معین می‌سازد. در این مورد اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان با چنین راه سنجیده می‌شوند. در حضور اعضای کمیسیون دخلدار و متخصص ساحه زبان دولتی آنها ترجمه حال خود را می‌نویسند و برای آنها 1 ساعت وقت داده می‌شود. بعداً آنها یک متن چاپ شده در حجم نه بیشتر از 1 صفحه را قرائت می‌کنند و سنجش سیوم باشد آنها در موضوع آزاد باید که برآمد کنند، صحبت آزاد نمایند و طور شفاهی در موضوع مشخص آنها صحبت میکنند. موضوع را خودشان انتخاب میکنند و با آنها میگن کدام موضوع یا آزاد گذاشته میشود، هر موضوعی باشد. از 9 ایول سال 2014 وقتی که دستورالعمل قبول گردید، در اساس این دستورالعمل ضمیمه آماده کرده شد. یعنی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی امروز 10 موضوع آزاد را در همین دستورالعمل ضمیمه کرد. این پیش از همه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همچون بخنامه ملت، استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قهرمانان تاجیکستان، نیروگاه برقی آبی راون، تربیت عامل استوار رشد جامعه، اینچنین یعنی اون موضوعهایی هستند که آنها علاقه مشخصند و هر نفر نامزد که امروز میخواهد حجتهای خود را برای بقیدگیری و کمیسیون دخلدار انتخابات پیشکش سازد میتواند این دستورالعمل را گیرد و نامگوی موضوعهایی که در آن ضمیمه شدند با آنها آمادگی بیند. ترتیبات دیگر باشد نسبت وکیلان مجلس محلی، وکیلان خلق و جماعت ها می باشد. با آنها با راه دیگر یعنی آنها به واسطه صحبت آزاد می کنند و متخصصان ساحه زبان دولتی معین می سازند که این نفر از زبان دولتی آگاه است، آزاد صحبت کرده می تواند و عموما زبان دولتی را می داند یا نه. در آخر کمیسیون انتخابات دخلدار یعنی کمیسیون حوزوی که ما نامبر کردیم قرار قبول می کند که این نفر نامزد سطح زبان دولتی را می داند یا نمی داند و در برای اساسنامه کردن آن خلاصه را با قرار کمیسیون انتخابات دخلدار ضمیمه می کند. این چنین ترجمه حالی که این نامزدها نوشتند با این خلاصه ضمیمه کرده می شود. در برابر این امروز باید تاکید نمود که نسبت مهلت 5 روزه که در برای نامزدها و اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان پیش بینی شده است، برای نامزدها با وکیل مجلس وکیلان خلق و وکیل جماعت ها 3 روز پیش بینی شده است و کمیسیون دخلدار باید که در همین مهلت خلاصه خود را برآورد. فرض کردم یک نامزد نگذشت از این امتحان با همه دیگران ثبت نام نمیشد یا برای چند روز مهلت میدین که آماده شده باز آماده امتحانش رو سپاره؟ امروز مطابق قانونگذاری از جمله ماده 28 29 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در برابر سن و سال یعنی اعضای مجلس ملی باید به 35 رسیده باشد، وکیل مجلس نمایندگان به 25 رسیده باشد. طلبات دانستن زبان دولتی حتمی است و آن نفری که از سنجش نمیگذرد همچون رعایت نکننده طلبات قانونگذاری عمل کننده ثبت نام نمی شود، چون که این طلبات حتمی است و ما همه باید در اساس قانونگذاری عمل کنیم. معیارهای قانونگذاری برای همه عمومی حتمی می باشند و نامزدی که از این سنجش نگذشت نامزدی او همچون رعایت نکننده یکی از طلبات‌های قانونگذاری برخی گرفته نمی شود. البته زبان یکی از رکن‌های دولت دارست، یکی از مقدسات ملی است. نه تنها کسانی که می‌خواهند نامزد به وکیلشان بلکه همه باید بدانند، ولی این هم یک راهی است برای بلند برداشتن جایگاه زبان و بیشتر نمودن حس مسئولیت شناسی. خب تشکر می‌کنم دانیار شاه محمد بودند که ما درباره یکی از طلبات قانون انتخابات
انتخابات در کشور ما، یعنی حتمی بودن دانستن زبان دولتی برای کسانی که میخواهند نامزد و وکیل مجلس نمایندگان یا اعضای مجلس ملی شوند. در اینجا برنامه را به آخر میرسانیم.